بسم الله الرحمن الرحیم. امروز عزیزان 31 فروردین ماه 1404 هست. غرض دارم که از امروز یک سلسله دروسی رو تدریس کنم در مورد جن شناسی و اینکه جن چیست و حقیقت هستی. فصل اول ما مربوط میشه به مشاهده و درک. درک ما از جهان چیه دوستان؟ درک ما بر اساس فیزیک روتین اینه که جهان بر اساس طول، عرض، ارتفاع و زمان محاسبه شده و جمع‌بندی شده. ولی علم جدید در نظریه ریسمان میگه جهان 4 تا بعد نیست، 11 تا بعده و تمام کوانتوم ها و ریز کوانتوم ها رو هم آورده توی این ابعاد قرار داده و رسیده به عدد 11. خیلی جالبه. عدد 11 خودش یه کده، کدی که خیلی هم معروف، خودتون میدونید. ببینید فیزیک جدید میگه ما از 95% از ماده و انرژی جهان هیچ اطلاعی نداریم. یعنی ما فقط 5% از واقعیت جهان رو میدونیم، چون 5% ابزار شناخت رو اون رو کشف کردیم و اختراع کردیم. مثلا میکروب ها، ویروس ها، امواج، اشعه ها، اینها برای انسان یه زمانی نامرئی بودن و ابزار تشخیصش هم نبود و انسان نمیدونست اصلا همچین چیزی وجود داره. با پیشرفت علم و اختراع ابزارهای شناخت کشف شدن. وقتی که این ابزارها کشف شدن، ما به واسطه اونها تونستیم کشف کنیم 5% این حقیقت هستی رو. حال چرا ما نمیتوانیم سرعت بدیم به این 5%؟ به جهت اینکه انسان حواس پنجگانش بر اساس محاسبه و مشاهده قابل پذیرشه، یعنی هرچه که محسوسه موجوده و از این جهت ما چون حواس پنجگانه ما ظرفیت پذیرش بیشتر از این رو نداره، ما یک حرکت کند رو داریم در تشخیص این 95% دیگه. فلذا 2 تا راه داریم. راه اول اینه که یا منتظر بشیم علم ابزار تشخیصی رو اختراع کنه که ما این 95 کنیم 94 93 92 هی کمش کنیم، یا اینکه از حواس روحیمون برای تشخیص این استفاده کنیم. حال حواس روحی چیه؟ ببینید اینجا دیگه میشه بحث علوم غریبه. ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات در نمط 7 و 8 توضیح میده که ما 2 تا حواس داریم و دقیقاً در سحر و جادو هم همینطور هست. حواس ظاهری و حواس باطنی. حواس ظاهری همین 5 تا حس اصلیه که وقتی که ما بیداریم اون حواس با ما، بویایی، شنوایی، چشایی و غیره و ذالک. اما ما 5 تا یا تعدادی حواس باطنی هم داریم که مادامی این حواس فعال میشه که شما حواس پنجگانه اصلیتون سلب بشه. ابن سینا جمله قشنگی داره، میگه صورت این عالم در جایی در مبادی عالیه ثبته. وقتی که حواس پنجگانه از شما سلب میشه، اون قوای روح و اون حواس روحی میتواند اون لوح عظیم را ببیند و کشف کند بدون اینکه نیاز به اختراع ابزار داشته باشه. و چه زمانی به اون مرحله میرسه که روح میتونه این رو تشخیص بده؟ زمانی که تو خواب باشه، به خلسه بره، به ذهن بره، مدیتیشن کنه و بتونه از این بعد خودشو خارج کنه. این فصل اول بود در مورد جن شناسی و این که گفته میشه جن کلمه ترسناکی نیست عزیزان. جن یعنی پوشیده. چرا میگن جنین؟ یعنی پوشیده، یعنی مخفی، در شکم مادر مخفیه. من یک مثال دیگه برای شما میزنم در مورد اینکه چرا ما نمیتونیم بعضی چیزها رو ببینیم و تشخیص بدیم. اجازه بدید من یک توربین براتون میکشم و توی این توربین به شما ثابت میکنم که چرا ما نمیتونیم بعضی چیزها رو تشخیص بدیم. ببینید در نظر داشته باشید این یک توربینه. خب این یک توربینه، این توربین آ، سرعت 0. خب توربین 2، توربین B، سرعت 100 و اینجا توربین C، سرعت N. ببینید عزیزان وقتی این سرعتش داره با وقتی 0 شما کاملا مشاهده داری از این، میفهمید، این رو کامل میبینید. وقتی سرعتش بشه 100
شما حرکت توربین رو با سختی بیشتری مشاهده میکنید. چرا؟ چون حواس پنجگانه اینجا نمیتونه همراهی کنه با این روند غیر عادی. وقتی که سرعت میرسه به n، یعنی که خیلی زیاد میشه، شما دیگه این پره ها رو نمیبینید، حتی صداش هم نمیشنوید. یعنی عملا این غیب میشه. چرا غیب میشه؟ آیا این نیست؟ هست. سرعتش انقدر زیاده که حواس پنجگانه شما قدرت تشخیص و مشاهده این رو نداره. حتی شرکت اپل در پیکسل هایی که طراحی کرده روی گوشی ها میگه آقا تراکم پیکسلی از 300 مثلا 60 پی پی آی بیشتر نشه. چرا؟ میگه بیشتر بشه چشم انسان قدرت تشخیصش رو نداره، پس روی عددی ثابت نگهش میداره. اینه که این که شما چیزی رو نمیبینید نشان از این نیست که موجود نیست. اگر شما جن رو نمیبینید این نشان از این نیست که موجود نیست. این مسئله کاملا علمیه و من در دروس بعدی به روش‌های جدیدتری کاملا اثبات میکنم که علم میتونه توجیه کنه وجود جن رو و جن در جهان موجوده و دارای شعوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.